سلام و درود فراوان، خوش اومدید به یه ویدیوی دیگه. امروز اومدم با در واقع ضبط داره میکنه. اوکی. امروز اومدم با ردبندی اِوولوشن های سیزن 69 اگه اشتباه نکنم، سیزنی که لامبرجک اِوولوشن اون سیزنش بود و اینکه 29 تا الان اِوولوشن توی بازی هست و در تلاشم که اینا رو با توجه به این متای حال حاضر ردبندی کنم. بدون هیچ حرف اضافه دیگه بریم سراغ ویدیو و اینکه یه لحظه من این نور اینو اوکی باید پایین بگیرم، نور اینو تنظیم کنم. داستان از جای شروع میشه که اِوولوشن 29 ما الان اسکلته که به صداشم پلی کنم که توی متای قبل 4 تا دونه بودن، الان بکاره اگه معلوم میشه سا کنید. اِوولوشن وقتی با کارت میکاردی 3 تا سلام از همین سیزن 3 تاش کردن. قبلا 4 تا بود، خیلی خوب بود. الان که 3 تاش کردن واقعا اسکلت از بین رفته، واقعا هیچ شده. قبل از اینم که مثلا بخوان چیزش کنن، اِوولوشن این تعدادش رو 3 تا بکنن، خودشون نرف کرده بودن. تولید این زاد و ولداش خیلی کم شده نسبت به سیزن اولی که اومده بود و اینکه توی رتبه 29 توی ردبندی اِوولوشن های ما قرار میگیره. این سراغ 28 امین اِوولوشن بازی که کارت نیست جز بربر اِوولوژن. این کارت الان نمیدونم، الان که من دارم این ویدیو رو ضبط می‌کنم یه دونم چیز اومده، یه دونم خدایا یه دونم ایونت توی بازی اومده. من یه لحظه اینو پاز کنم ایونتش رو بهتون نشون بدم. ناشش این ایونت توی بازی اومد و اینکه نکته که وجود داره اینه که اینقدر دیدن که مثلا کلا این کارت بربر اِوولوشن مزخرف شده، کلا کم از بربر توی بازی استفاده میکنن. یه به قول معروف ایونتی اومد که 6 تا شارد بربر اِوولوژن مفت عملا بهتون میداد. یعنی شما فکر کنم 6 تا دونه کرون یا همون تاج جمع میکردید، 6 تا شاردش رو رایگان میتونستید دریافت کنید. اینقدر این کارت حالا از بین رفته. برگردیم سراغ خود حالا اِوولوژنش. اِوولوژن بعدی هم نیست همچنان، ولی همینجوری میبینید مثلا بیشتر کارهای دفاعیه. بعد خیلی راحت شما مثلا داری 5 تا اکسیر میدی، یه فایربال 4 اکسیری 5 تا اکسیری تو حروم میکنی. 2 بار باید این کارت، نه حالا خوب سایکلش یک بار باید این کارت عادی بازی کنی که دفعه دوم اِوولوشن بشه. اِوولوشن خوبیه ها، اِوولوشن منطقیه هست اتفاقا، اینکه مثلا هر ضربه که میزنن ریج میشن، ولی خیلی راحت از بین میره. اون چنان کارت نیست که مثلا شما بخواید توی دکتون از این اِوولوشن استفاده کنید. خیلی کارتای بهتری دیگه موجوده که رتبه 28 این اِوولوشن میمونه، اِوولوشن بربریانز. بریم سراغ 27 می. کارت نیست جز گوبلین برل. گابلین برل ها اِوولوشن مطلوبیه. اون سیزن که اومد خوب بود. مثلا اِوولوشن به قول معروف همچین سوپری نیست، اِوولوشن معمولی و خوبیه که مثلا حالا خوبیش اینه که سایکلش 2 تاست. اگه مثلا با یه دونه ساکر میشد این لاک پیک پلیرها الان دهن ملت رو گاییده بودن. و اینکه با حالت آتیش آنچنان فرقی نداره، فقط یه دونه فیک میندازه طرف مقابل و کار خاصی نمیکنه. واقعا برای لاک پیک پلیرها خوبه ولی نه آنچنان. واسه همین توی رتبه 27 ردبندی ما قرار میگیره. بریم سراغ 26 اِوولوشن بازی که اِوولوشن نیست جز زپ. اِوولوشن زپ اون اول که معرفی شده بود خیلی اِوولوشن سوپری بود. اندازه یه فایربال این بشر دمیج میداد، هم 3 بار ریست میکرد، هم اندازه یه فایربال دمیج میداد. دیگه چی میخواستید از یه اسپل به این خوبی؟ الان تو این گیم پلی که دارید مشاهده میکنید باز الان اِوولوشنش باز خوبه، اندازه یه اروز انگار داره دمیج میده. با 2 اکسیر اندازه یه اروز دمیج میده واقعا. بعد تازه 2 بارم میخوره، قدیم 3 بار میخورد. خیلی سوپر بود قدیم. منطقیش کردن واقعا. اِوولوشن الان منطقی و خوبیه ولی اون چنان توی متا نیست که بخوایم بگیم مثلا ملت از این اِوولوشن توی دکاشون استفاده میکنن. واسه همین توی رتبه 26 اگه اشتباه نکنم 1 2 3 4 26 قرار میگیره. اِوولوشن 25 اِوولوشن نایته، جزو اولین اِوولوشن، فکر کنم 5مین اِوولوشنی بود که معرفی شد. اول که اومد این بشر نامیرا بود،
اصلا نمیمرد. از شاید اصلا واقعا خیلی چیز سوپری بود. نامی رو عملا نگاه، الان هم خود همین الان این ویدیو رو نگاه کنین توی گیم پلیش، الان اینفرنو دراگ داره دهن سرویس میشه، اون نخ به اون کلافتی داره به قول معروف میزنه روش، هیچ صداش هم در نمیاد. ولی الان نگاه کن ارتش اسکلت مثلا چقدر راحت بگاه میره توی با ارتش اسکلت. کارت خیلی خوبیه و هنوزم بعضیا میارن توی ترکیباشون به قول معروف بابت اِوولوشنش، اما نه آنچنان، چون اِوولوشن بهتری فعلا توی در دسترس. حالا اول میگم خیلی سوپر بود این کارت، 4-5 بار باف خورد اون شیلد روش، 4-5 بار باف، هیچش با نرف نشد، فقط این شیلد روش 4-5 بار قشنگ هر بار که خواستن بالانس چینج کنن قشنگ نرفش کردن. این کارت 25م. بریم سراغ 27می 24می اِوولوشن بازی تو ردبندی ما که تعلق میگیره به ویزارد ایوا. ویزارد ایوا کارت خوبیه، واقعا کارت خوبیه. اگه من 3 سیزن پیش داشتم این ویدیو رو ضبط میکردم، این ویزارد اِوولوشن کارت آخر بود. جدی دارم میگم، ویزارد اِوولوشن میشد 29میم به قول معروف، یا آخرین ضعیف ترین اِوولوشن بازی، چون واقعا آنچنان کارایی درستابی نداره. فقط یه شیلد داره که با یه لاگ میفته، با زپ و اسنوبال نمیفته، ولی با لاگ، اروز و هر اسپل ناچیز دیگه میفته. واقعا میبینید که با لاگ افتاد، راحت میشه جمعش کرد. اصلا هیچ چیز. تنها خوبیش اینه که یه دونه سایکل میخواد، ولی باز آنچنان اِوولوشن این نیست که بخوایم بگیم توی ترکیبای قرار میگیره. مثلا پکا رو دور نمیکنه، پکا رو هول نمیتونه بده. طبیعیه، مثلا پکا، الکتریک جاینت، اینا کارتای سنگینی هستن و اینجوری میشه که ویزارد ایو شماره 24 اِوولوشنای ما قرار میگیره. بریم سراغ ایو بعدی که شما 23 اگه اشتباه نکنم میشه بتس. واقعا اِوولوشن خوب و مطلوبیه برای مخصوصا مورتار پلیرها. من فکر کنم مورتار پلیرها حالا دکش از تو دکش یه بتس یه دونه مورتاره ایوه. این دوتا واقعا کارت تاثیرگذاریه، چون یکی از هوازنهای مهم دک چیز مورتاره و توی شماره 23 اگه اشتباه نکنم توی لیست ما قرار میگه. من یه بار بشمرم، 29 28 27 26 25 24 23 23می 22مین اِوولوشن دریله. کارت خوبیه، اما وقتی خوبی که سایکلش یه دونه می بود، چون سایکلش دوتایه خیلی زمان میبره تا بخواد از ایوش استفاده کنید. و کارت خوبیه ها. اگه شما یه کارتی رو بندازید که این پرنسس تاور رو درگیر خودش بکنه، اگروی به قول معروف پرنسس تاور بیفته روی اون، دریل ایو میتونیم بگیم بخش عظیمی از هیت پوینت تاور رو میگیره. واقعا کارت خوبیه از لحاظ اِوولوشن که بخواید توی دیگه‌تون قرار بدید، ولی برای اون کسایی که دریل پلیرن دیگه به قول معروف، وگرنه به صورت کلی این چنین کارت خوبی نیست. خود دریل خوبه ها، ولی ایوش آنچنان خوب نیست به تنهایی. بریم سراغ 22مین اِوولوشن بازی که کارتش جز آیس ویزارد، میگم آیس ویزارد، آیس اسپریت ببخشید. آیس اسپریت کارت خوبیه. اون اوایل که معرفی شد مثل زپ اِوولوشن 3 بار به قول معروف فریز میکرد اون محوطه یا اون کارتی که به قول معروف روش میفته. الان نگاه کن مثلا روی چیز میفته اینفرنو یه بار فریز شد، یه بار دیگه فریز میشه و تمام. قدیم 2 بار فریز، 3 بار فریز میکرد و یه به قول معروف حمله جانانه حریفو اصلا از بین میبرد. دیگه هیچ کاری حریف نمیتونست بکنه وقتی یه آیس اسپریت ایو مینداختی. یه دونه اکسیر داره، 2 تا سایکل هم میشه. واقعا کارت خوبیه. الان اون موقعی که سوپر بود، الان کارت خوبیه، واقعا ایو خوبیه، میتونید بیارید استفاده کنید. واقعا منطقی شده به قول معروف. و اینکه توی جایگاه 22 اِوولوشن‌های ما قرار میگیره. یه بار دیگه من بشمارم که اشتباه نکنیم: 29 28 27 26 25 24 23 22 21 و شماره 20 کارت کنون اِوولوشنه. کنون کارت خوبیه، دومین بیلدینگی بود که معرفی شد و هیچ تفاوتی با کنون عادی نداره. اون چنان که مثلا به این کارت اِوولوشن خوبیه نه نیست.
تنها خوبیش اینه که من توی رده های بالاتر قرار دارم، بین اون نقطه‌های اول نقطه‌های آخر به قول معروف نبود، اینه که میتونید توی حمله هم ازش استفاده کنید. اینجا مثلا دمیجی به چیز نداد توی این گیم پلی که دارید مشاهده میکنید به RG که هست، ولی توی حمله مثلا هوگو پلی میده این فرد مثلا خود این بتل هم خیلی خوب جمع میکنه. بگم فکر کنم 9 دمیج جمع میشه. یه لحظه واسه من نگاه بندازم. نه 9 دمیج که نمیشه، ولی خب باز خوبه واقعا. 3 اکسیر میخواد. کنون عادی کنون توی حالت عادیش سوپره، نه اِوولوشن تو حالت عادیش، ولی اِوولوشنش آنچنان کارتی نیست که بخوایم بگیم من کنون ایو کنم بیارم تو دکم ازش به خوبی میتونم استفاده کنم. کارت خوبیه، اما اونچنان کارتی نیست که بخواید بیارید توی دکتون. شماره 19 شماره 20 اِوولوشن قرار میگیره. بریم سراغ شماره 19 کارت نیست جز ماسک اِوولوشن، ماسک تیگر. این کارت اول که اومد خیلی اصلا نرف بود، انگار هیچی نداشت. این کارت واقعا هیچی نداشت اول که می اومد، ولی بعدها وقتی که دیدن آقا مثلا ما یه ایوو دادیم، یه سیزن مثلا وقت گذاشتیم یه کارت ایوو بدیم و آنچنان استفاده ازش نمیشه، توی بالانس چنجی که توی همون سیزن اومد این بحشه رو باف کردن. بالانس سیزن بعدیش هم دوباره این کارت رو باف کردن. اونقدر بافش کردن که ویزاردی که نمیدونم حالا هیت پوینتش واقعا چند، هیت پوینتش بالا 1500 تا اینا فکر کنم هیت پوینت داره. اونو با 2 تا شات میندازه، 2 تا شات لانگ شاتش. الان نگاه کن، با 2 تا شات انداخت. الکتری ویزارد اینا رو با 2 تا شات میندازه. خیلی ناچیز شده، خیلی دمیج لانگ شاتش بالاست و یک بار مصرفه دیگه، مثل همون کنون که مثلا یه بار میندازی استفاده میشه. ایوای معقولیه. 2 تا هم سایکل داره، اولشون خوبیه واقعا، میتونید بیارید از توی دکتون و ازش استفاده کنید. میشه اولشون شماره 19 ما توی این سیزن. بریم سراغ اولشون شماره 18. کارت نیست جز گابلین کیج. گابلین کیج ایوو کارتی که یه دونه سایکل میخواد، 4 اکسیره ولی یه دونه سایکل میخواد. معمولا کارتایی که از 5 اکسیر به بالا ان یه دونه سایکل دارن، پاییناشون 2 تا سایکله. اما این کارتی که یه دونه سایکل داره و واقعا مطلوبه، یعنی میتونه حمله های حتی حریف که با اِوولوشنش داره بهتون حمله میکنه اون موقع حتی به راحتی میتونه دفاع کنه. خود اون گابلینش که میاد بیرون که سوپره، یک دمیجی میده. نمیدونم این پکا همچین دمیجی، حالا اقراق برم ولی پکا همچین دمیجی نمیتونه میده. الان نگاه پکا رو میکشی توی قفس شورت پکا رو در میاره عملا. بازم هنوز اون به قول معروف خط اون بیلدینگش تموم نمیشه. کارت دیگه هم پشتش گالمو، مثلا گالمو میخوره، گالمو میکنه نمیخوره. اِوولوشن 18 بازیه و واقعا اِوولوشن خوبیه، میتونید ازش بیارید توی بازی و استفاده کنید. خیلی شاهکاره به نظر من. بریم شماره 17. اِوولوشن شماره 17 ما توی این سیزن بتل رم اوایل که معرفی شد خیلی خوب بود، یعنی اینقدر خوب بود که تو وقتی مینداختی اصلا نمیشد جلوش گرفت. تو هر کارت مینداختی اون هول میداد، میرفت میچسبید به تاور، اونم نه یه بار 2-3 بار خودشو میکوبید دمیج میداد. خوبی دیگهش چیه؟ اینکه بربرای زیرش هم اِوولوشن، یعنی با هر ضربهش نگاه کن چه دشی میده. حالا نرف شده نسبت اون اوایل که اومده بود. حالا خوبیش داشتم میگفتم چیه؟ اینکه بربرای زیرش هم اِوولوشنه، یعنی هر بار که ضربه میزنن ریج میشن، سریعتر ضربه میزنن. اِوولوشن واقعا خوبیه. 4 تا اکسل میخواد، 2 تا سایکل داره و میتونید بیارید توی چیزتون و ازش استفاده کنید. اِوولوشن شماره 17 ما بود اگه اشتباه نکنم. یه بار دیگه نگاه بندازیم، ببخشید. این باشه دفعه آخرمون. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 اشتباه شمردم که یه لحظه. داشتم این 17 همین اِوولوشن توی ردبندی این سیزن اِوولوشن هست. بریم سراغ 16 همین اِوولوشن که اِوولوشن نیست جز RG. رویال جاینت کارت واقعا خوبیه. مطمئنم جز 3 یا 4 تا یه چهارمین اِوولوشن، سومین اِوولوشن که فکر کنم معرفی شد. کارت واقعا خوبی بود. 6 تا اکسیر میدی، یه دونه سایکل داره،
توی به قول معروف یه راش یا یه اتکی که میدید میتونید دمیج به شدت قابل توجهی به تاور حریف بدید یا حتی تاورش ازش بگیرید. توی این گیم پلی که دارید مشاهده میکنید الان واقعا سوپره. این کارت واقعا خوبه، هیچ حرفی توش نیست و 16 همین اولویشن این سیزن ماست و واقعا کارت خوبیه. میتونید بیارید توی دکتون و به قول معروف وین کاندیشنای بازی، این کارت هایی که فقط بیلدینگ ها رو میزنن، باید یکیشون حداقل توی دک شما اولویشن باشه. مثلا میتونید یکیش آرژی باشه، میتونید مثلا حالا هوک بعدها بیاد باشه و غیره، که بیلدینگ ها یا گالم یا هر چیزی از این قبیل. بریم سراغ 15 همین اولویشن بازی که آرچره. آرچرها کارت های خیلی خوبی هن و نکته که وجود داره 3 تا اکسیره، سایکلش 2 و میبینید که خشتک هوگو در آورد. ولی یه نکته بگم، هیچ وقت این دوتا رو یه جا نندازید. الان نگاه کن، راحت، یعنی شما مثلا میخوای اتک بدی، اون داشمون یه چیزی میندازه، یه ضد حمله عملا میزنه بهتون. ولی نگاه کن چقدر خوب، چقدر راحت این فرونش ازش گرفت. الان میتونه مثلا یه هوگ ول بده، میتونه مثلا چیزشو بندازه، ایکس بوشو بندازه اگه ایکس بو آرچر پلیر باشید. و اینکه کارت خوبیه. 14 اگه اشتباه نکنم اولویشن این سیزن ما میشه. این سراغ 13 کارت جز تسلا، دومین بیلدینگ ما که اولین اولویشن بیلی که بود که اومد توی بازی. اما اوایل که اومد آقا این بشر نامیرا بود. نگاه کن، این بشر نامیرا بود اوایل که میومد. حالا بعدها یه ذره نیت خورد، الان نگاه باز عملا چیز کرد، ماسکو کرد، ماسک نتونستن به خودش بیاد. خیلی کارت خوبیه واقعا. 4 تا اکسیه، 2 تا سایکل داره، میتونید توی دفاع به شدت روش حساب کنید، به شدت. و اینکه کارت واقعا شاهکاریه، چیزی نمیتونم راجبش بگم. 13 اولویشن سیزن ما میشه. توی این گیم پلی که میبینید چقدر قشنگ الان از ایکس باکس محافظت میکنه. یه دونه کارت تسلایه بود. بریم سراغ 12 ایوای بازی که کارت نیست جز پکا کارت خوبیه. الان توی این گیم پلی هم که مشاهده میکنید الان عملا گابلینگنز دیگه روی پکای ایوی تاثیر نداره. اینجوری نیست که مثلا مثل پکای راستی کردشه. کارت واقعا خوب. الان نگاه خشته که پکا در اومد تو سمت راست، اما تو سمت چپی الان تاور هم میگیره. الان میتونه بعدش یه راش دیگه هم بده بره سراغ کینگ تاورش. واقعا کارت خوبیه، هیچ شکی توش نیست. ولی چون اون دمیجی که به قلت اون هیت پوینتی که بهش اضافه میشد کم شده، رتبه 12 توی اولویشن ما قرار میگیره. بریم سراغ 11 اولویشن بازی که کارت نیست جز رویال رکوردز. اما من یه پاز بدم فقط، یه شمارش داشته باشم اشتباه نکنیم. بله، رویال رکوردز 12 اولویشن بازی میشه و دیگه کمتر داریم به 10 تا نزدیک میشیم و اولویشن برتری چیز معرفی میشن. اما نکته که وجود داره، رویال رکوردز واقعا کارت خوبیه. یعنی این اولویشن هم برای دفاع سوپره، هم برای حمله. یه دونه سایکل داره، یعنی شما یه بار از حالت اتش استفاده کنید، دفعه دوم میتونید از حالت ابوش استفاده کنید. واقعا و باز هم میگم واقعا کارت خوبیه. توی اولویشن شاکایی باید بیش ندارم. این دشی که میکنن خیلی دمیج رو میدونن. ماسکو کرد، راحت ماسکو کرد. این برم یه دمیج خوبی به تاور میدن. هم یه دونه رویال رکوردز که مونده سمت چپ واقعا یه دمیج خوب میده. و اینکه 12 اولویشن بازی یه دونه سایکل داره و واقعا کارت شاهکاری که ازش تو دکتون استفاده کنید. بریم سراغ 11 ایوای بازی که کارتش جز اسنوبال ایوه. یه نکته جالب وجود داره، این اسنوبال تو حالت عادی اسمش اسنوباله، وقتی ایوو میشه اسمش میشه جاینت اسنوبال ایولویژن. یعنی یه پیشوند اضافه داره توی اسمش. کارت خوبیه، به شدت کارت خوبیه. دو تا سایکل داره و اصلا سایکلش مهم نیست. یعنی کلا مدل بازی این شکلیه. مدل استفاده از اسنوبال میگه آقا تو توی یه بازی شد 12 بار 15 بار از اسنوبال استفاده کنی. اسنوبال کلا استفاده کنی. از این 15 بار مثلا 5 بار جبار کمه. خیلی هم خوبه ها، خیلی خوبه. یعنی اینجا الان تو این گیم پلی نگاه کنید پکا رو چقدر قشنگ لوله میکنه. حالا اینجا چیزای دیگه داریم. الان مینی پکا نگاه،
حالا هوک قشنگ یکی دیگه میزنه، یکی دیگه هم میزنه هنوز. اینجا میگن پکار شورت پکار رو روی پل در میاره قشنگ. آرچرا دو تا دونه آرچرا عادی هم از ایوون نیستن، ولی استقبال کاری میکنه که دهنش گایده شه به قول معروف پکار. یا اون ایوون بازیه، کارت خوبیه میگم، کارت ایوون خوبیه. بریم سراغ دهمین ایوون که به تاپ 10 مون نزدیک شدیم. کارت نیست جز لامبرجک معرفی شد همین سیزن 69. کارت خوبیه، کارت ایوو شد میگم، کارت خوبیه. این انتظار که ما ازش داشتیم یکم بیشتر بود. تنها میشه گفت به قول معروف اِوولوشن آنچنان سوپری نیست، اما ویژگی خوبش چیه؟ اینکه یه دونه سایکل داره، یعنی یه بار عادی میندازی یه بار ایوو میشه، یه بار عادی میندازی یه بار ایوو میشه. 4 تا اکسیر آنچنان کارت آنچنان اکسیری نیست که مثلا بگیم نه من این هفته مثلا توی بازی کلا 3 بار نه یا 4 بار میخوام ازش استفاده، نه توی بازی شاید 10 بار چیز بندازید شما لامبرجک رو استفاده کنید. میبینید که میمیره، اون گستش در میاد، دمیج میده، هنوز اگه ریج بندازید باز تو ریج زنده میمونه. واقعا کارت خوبیه، شاهکاره میتونیم بگیم. من نور زیاد کنم. کارت واقعا خوبیه و اینکه رو دست میتونیم بگیم نداره توی چیزا ایوای های بازی. شماره 10 دیگه، کار ایوای خوبیه به صورت کلی. بریم سراغ نهمین اِوولوشن این سیزن، کارتی نیست جز وال بریکرز. اینم مثل الان من یه نکته یادم رفت درباره لامبرجک ایوو رو وقتی میندازی حریف میترسه، میرینه به خودش میگه که آقا نکنه حریف دوباره ریج داشته باشه یا آینم داشته باشه ریجو بزنه که این گوستش هی زنده اون هی من اذیت کنه، چون وقتی گوست میشه کسی با گوستش کاری نداره دیگه، کلا نمیتونه مثلا ببیننش چون گوسته. و اینکه ملت میرینن به خودشون وقتی تو لامبرجک ایوو رو بندازی. حالا وار بریکر هم یه همچین چیزیه، 2 تا اکسیر داره، 2 تا سایکل، اصلا ریدم تو این سایکل اصلا مهم نیست. نگاه کن چیکار میکنه به تنهایی، یعنی اگه حریف چیزی هم نه تو 2 اکسیر انداختی، اون الان یه ارتش اسکلت بندازه باز 3 اکسیر ازش کندید و باز همین خود اسکلتاش که دینامیت دستشه باز میچسبن به تاور، یعنی تو حداقل 200 تا دمیجو میدی حداقل. اگه خود این ایولوشن ها با دبه‌هایی که زیرش دارن میدونن بچسبن به تاور که بیشتر از 800 تا اینو دمیج، نزدیک 1000 تا دمیج میدن ایووش. حالت عادی وال بریکر ها 800 تا دمیج میدن، ایووش 1000 تا دمیج میدن، یه 200 تا دمیج اضافه داره. کارت واقعا خوبیه، نهمین ایولوشن این سیزن است. بریم سراغ هشتمی، کارت نیست جز بومبر. بومبر 2 تا چیز داره، سایکل داره، کارت واقعا خوبیه و نکته وجود داره اینه که تاور هم دمیج میده، یعنی این بمبی که میندازه 3 بار تق تق تق، ببینید الان دهنه اینو سرویس میشه، تق 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 تق. حالا یه ویژگی که قبلا این بمبر ایوو داشت و الان یه سیزنه این اتفاق افتاده اینه که آقا این بمبش که میخورد به تاور که میخورد 2 بار دمیج میداد. کاری کردن که به هر نیرویی که الان این بمبش میخوره نهایتا یه بار بیشتر دمیج زنی، یعنی هر بار که میندازن بیشتر 250 تا فکر کنم دمیج نمیده. بذار یه دونه اگه بکنم 250 تا دمیج میده. بعد اینجوری میگه آقا مینداختی مثلا به یه چیزی میخورد، بعد به تاور میخورد، بعد میرفت عقب‌تر دیگه 3 بار باید بخوره، به تاور انگار 2 بار میخورد، یعنی 500 تا دمیج میده به تاور. خود یه بمب کم چیزی نیست. الان کاری کردن که 250 تا بیشتر دمیج نمیده به هر نیرویی که الان میخواد برخورد کنه. هشتمین اِوولوشن سیزن ما میشه. بریم سراغ هفتمی که مگانایت. طبیعتاً کارت خوبیه، به شدت کارت خوبیه، یعنی شما توی یه راش میتونید دمیج قابل توجهی هم توی دفاع هم توی حمله داشته باشید. ببین قشنگ راحت تاور رو میکنه، میوزه میذاره کنار، عالی. یه دونه سایکل داره، 7 اکسیر میده، خیلی خوبه واقعا. من خودم یکی از ایوون‌های مورد علاقه همین مگانایت ایوه. از پکا سوپر داره، پکا هم هنوز شاید بگیم به قول معروف پکا کلن ذاتن، حالا هم عادیش هم اِوولوشنش مگانایت رو میزنه، اما مگانایت کار میکنه که تو حملت ناتموم نمونه، یه دمیج هر چند ناچیز حتی میتونی تاور رو بکنی از یارو، بدی به تاور یارو. اما پکا این قابلیتی نداره، به خاطر همین رده های پایین تر از این گذاشتمش. و اینکه فکر کنم اِوولوشن هفتم بازی شد. من یه پاس دوباره بدم ببخشید. بله اِوولوشن هفتم بازی اون مگانایت میشه. بریم سراغ ششمین اِوولوشن بازی، کارت نیست جز مورتاره.
مورتار و کارت سوپرین کارت و یکی تا حالا توی زندگی دیدم. این بشر نه تنها سوپره، اصلا کاری نداریم، سایکل 2 تاه، کارت واقعا خوبیه، واقعا 4 تا اکسیر میدی میچسبه، اون گابلین داره، سنگش دمیج میده. تفاوت کلیدیش بین مورتار عادی و مورتار ابو چیه؟ مورتار عادی هر 5 ثانیه دمیج میده، مورتار ابو هر 4 ثانیه دمیج میده. حالت عادی فکر کنم 25 یا 30 ثانیه احتمالاً، الان نمیدونم دقیقاً، 25 یا 30 ثانیه تو حالت عادی اگه بهش دمیجی ندید زنده میمونه. مورتار یا ایکس با فرق نداره، 25 یا 30 ثانیه اشتباه نکنم، یا 20 یا 25 نه 30 نیستن، هم 20 یا 25. و اینکه شما به قول معروف اگه یه مورتار عادی بندازی 5 تا نهایتا 6 نمیخواد به قول معروف سنگ کت کنه، 6 تا نهایتا، اما مورتار ابو 8 یا 9 تا میندازه، 8 تا اشتباه کردم، 8 تا سنگ کت میکنه که هر سنگ یه گابلین پشتشه. این گابلین ایزه دارم که این پرنسس باید 2 بار بهشون بزنه ببینن. بابا این کارت چقدر سوپر و خوبه ناموسن. شیشمین اولوشن بازی میشه، واقعا کارت خوبیه، میتونید ازش استفاده کنید اگه مورتال پلیرید. بریم سراغ پنجمین اولوشن بازی. کارت نیست جز گوبلین جاینت. این گوبلین جاینت الان 3 سیزن رو دوره. لعنت به این کارت که اگه تو اینو بندازی یه ریگ هم بندازی نمیشه جمعش کرد، هر کاری کنی نمیشه جلوی این کارتو گرفت، دمیجت میکنه، پاور ازت میکنه. ببین یارو الان کاری نکرد، یه همچین چیزی هیچ وقت توی بازی اتفاق نمیفته که آقا تو یه کارتیو بندازی توی بازی پشتشو مثلا حمایت نکنی از اون کارت. همین چیزای گیم پلی مزخرفیه که خود رویال میذاره. اما اگه یه نفر بخواد دفاعش هم بکنه، تو فقط یه ریج بزنی عملا نصف تاور یارو دمیج میکنی، هیچی نندازی یا خود یه آرجی بندازی یه ریج بزنی نصف تاور یارو دمیج میکنی. خیلی سوپره. 6 تا اکسیر داره، سایکلش هم یکه طبیعتا چون بالای 5 اکسیره. و پنجمین اولوشن بازی. بریم سراغ چهارمی. این که کارت نیست جز والکری و درسته 2 تا چیز میخواد، به قول معروف 2 تا سایکل میخواد، یعنی 2 بار باید حالاتش پلی برید بعد ابوش بشه، ولی میبینی 8 9 10 11 12 تا اکسیر یارو کم بوسید گذاشت کنار، 10 تا اکسیر با 4 تا اکسیر جمع کرد. این کارت واقعا توی دفاع عالیه و حتی گاهی میتونی توی حمله به شدت کلیدی ازش استفاده کنید، جوری که پاور از یارو بکنید. خیلی کارت خوبیه هم توی دفاع هم توی حمله. به خاطر همین چهارمین، ولی توی رتبه چهارم اولوشن این سیزن قرار میگیره. سوم اولوشن بازی چیه؟ فایر کرکر. طبیعتا این کارت از اول که اومد سوپره، یعنی جوری بود که با ارو نمیمرد. من قشنگ یادمه این کارت با ارو نمیمرد، دهن یه اومد یا میگاهید که بخوام، یعنی اصلا خیلی بد بود، جوری بود که ما فایربال باید میزدیش. الان تو این گیم پلی که مشاهده میکنید با ارو میمیره. اوایل که معرفی شده بود با عروض نمیمرد، حتی چند سیزن بعدش هم با عروض نمیمرد. یه فکر کنم 3 ماه، حالا 3 سیزنه یا 4 نهایت سیزنه که چیز شده، به قول معروف با عروض میمیره. یه نکته هم بگم شاید ندونید، ما 12 ماه توی سال داریم، 13 تا سیزن 26 روزن اگه در جریان نیست. و اینکه کارت واقعا خوبیه. من خودم توی اکثر دکایی که پلی میدم این فایر کرکر هست. خیلی کارت خوبیه. عادیش که خداست، یعنی من با این کارت پکار رو اسکل میکنم، چه برسه اوش که هم توی دفاع هم توی حمله یک دمیجی میده تو خواب نمیتونی ببینی. عالیه. بریم سراغ دومین اولوشن بازی. کارت نیست جز الکترو دراگ. این کارت 5 تا اکسیر میخواد، یه دونه سایکل داره، ولی دهن هر چی کارتی که کنار هم باشه رو سرویس میکنه. الان نگاه کن، اصلا این کارتا که کلا مضحکه، این به قول معروف بربرا 5 تا بربری کنار همه، ولی الان یه نایت انداخت، یه دونه والکری انداخت، تو بیلدینگ هم بندازی فقط کافیه. خیلی راحت دارم میگم، تو اینو بندازی به قول معروف چیزو، خدایا همون افرادی که جاینت گوبلین رو پلی میدن، جاینت گوبلین بندازی، اینو پشتش بندازی جفت و باشن ترجیحاً، اینو پشتش بندازی یه ریج بزنی 100% تاور یارو رفته. حاضرم گردن بزنم شرط ببندم تاور یارو میده. این قدیم دوتا ایلوشن سوپرن. حالا چرا این ابو الکترو دراگو از بقیه کارتا جلوتر گذاشتن توی رتبه دوم؟ واسه اینکه هم توی دفاع هم توی حمله شاهکاره.
یعنی اون داداشمون هیچ وقت دیگه نمیتونه پشت کارتاشو پر کنه، هیچ وقت نمیتونه پشت کارتاشو پر کنه، بس راحت میتونید دفاع کنید. میرینه به خودش وقتی الکترو دراگ رو بندازی. بریم سراغ اِوولوشن سیزن، برترین اِوولوشن سیزن 69 مون. کارتی نیست طبیعتا جز دارت گوبلین. دارت گوبلین 3 تا اکسیر میخواد برای پلی دادنش، 2 تا سایکل داره و این کار توی حالت عادی شو میگم، نه ایوولوشن، توی حالت عادی خداست و توی حالت ایووش که دیگه سوپر دو عالمی. این دسته رو تو هر کاری کنی اصلا یعنی ببین فرض کنید حریف من، خودم دادگوبین رو پلی میدم، حریف سریع باید نمیدونه اسپلی یک به قول معروف کارتی خرج کنه که بتونین از من بگیره، چون این دهنه کارتاشو سرویس میکنه. من کافیه یه دونه دادگوبین بندازم جلوش، یه چیزی پر کنم، مهم نیست اصلا چیزی، یه جاینت عادیه، همین جاینت که انداخت جاینت میره مله اون حریف به قول معروف یه کارتی میندازه که بخواد جاینت رو دفاع کنه، دادگوبین دهن اون کارت میزنه. حالا یه خوبی دیگه که دادگوبین داره علاوه بر اینکه دمیج مثلا میده پویزن میشه کارتا، وقتی که میره 5 ثانیه بعد از مرگش همون پویزنه میمونه. دیگه چی بهتر از این؟ چه کارتی میخوای که سوپرتر از این باشه خدا وکیلی؟ و اینکه خیلی خوشحال شدم تا اینجای ویدیو دنبالم کردید و تماشا کردید. به قول معروف خیلی خوشحال میشم که لایک و سابسکرایب کنید، اگه دوست داشتید اون زنگوله کنارش هم بزنید که هر وقت ویدیو جدیدی گذاشتم یه نوتیفیکیشن براتون ارسال بشه. میبخشید اگه هر روز نمیتونم ویدیو بذارم، یه ذره سر کارهای دانشگاه درگیرم، ولی ایشالا کارهای دانشگاه درست بشه هر روز یه ویدیو براتون پلی میدم، یعنی به قول من آپلود میکنم، ببخشید. و اینکه خیلی خوشحال میشم که با حمایت شما یکی از برترین روی یوتیوبرهای توی موزه کلش رویال باشم و این شمایید که من حمایت میکنید، باعث پیشرفت ما میشید. پس تا ویدیوهای بعد، یا علی مدد، خداحافظ.